سلام بچه ها. امروز میخوایم راجع به اهرام ثلاثه مصر چند تا دانستنی عجیب و جالب رو با هم دیگه بررسی کنیم. فکر کن توی بیابون داغ ایستادی، درست روبروی 3 تا هرم عظیم که قرن‌هاست اونجا وایستادن، ولی این فقط چند تا تیکه سنگ روی هم نیست. اینجا وسط شنهای مصر یک راز خیلی بزرگ پنهونه، یک رازی که حتی باستانشناسا هم هنوز نتونستن کامل حلش کنن. چی میشه اگه بهت بگم اهرام ثلاثه فقط مقبره فرعون نبودن؟ چی میشه اگه بهت بگم پای موجودات فضایی هم وسط باشه، یا حتی تکنولوژی هایی که امروز هم نمیتونیم توضیحشون بدیم؟ امروز قراره با هم بریم سراغ عجیب ترین داستان ها و اسرار اهرام ثلاثه مصر. پس تا آخر این ویدیو با من بمون. خب اول از همه بذار خلاصه بگم که اصلا این اهرام چیه و چرا انقدر خاصه. اهرام ثلاثه جیزه که شامل هرم خوفو که بزرگترینشونه، هرم خفره و هرم منکاوره هستن. حدود 4500 سال پیش ساخته شدن. یه چیزی که عجیبه اینه که هیچکس دقیقاً نمیدونه مصریای باستان چجوری تونستن این سنگ‌های چند تا این رو با اون دقت روی هم بچینن، اونم بدون ماشینالات امروزی. یعنی چی؟ یعنی یا علم فوق‌العاده‌ای داشتن که ما هنوز کشفش نکردیم، یا شاید یه دستی از بیرون زمین توی کار بوده. حالا بیایم سراغ یه سری نظریه‌های جالب. مثلا یه نظریه هست که میگه مصری‌ها از یک تکنولوژی به اسم بتون باستانی استفاده می‌کردن و سنگ‌ها رو قالب‌گیری می‌کردن، نه اینکه بکشن و جابجاشون کنن. یه نظریه دیگه هم هست که میگه اهرام در واقع نوعی نیروگاه انرژی بودن. توی داخل این هرم‌ها کانال‌های تهویه عجیب و غریبی هست که هیچکس نمیدونه دقیقاً چه کاربردی داشتن. بعضیا معتقدن این در واقع برای هدایت انرژی کیهانی استفاده می‌شده. اما یه نظریه خیلی دیوونه کننده تر هم وجود داره که میگه این بناها رو موجودات فضایی ساختن. چرا؟ چون توی نقاشی‌های باستانی مصر یه سری شکل‌های عجیبی هست که خیلی‌ها میگن شبیه بشقاب پرنده است. و نکته خفن‌تر اینجاست، موقعیت قرارگیری اهرام ثلاثه دقیقاً با صورت فلکی جبار هماهنگه. چرا باید یه تمدن باستانی همچین کاری بکنه؟ ولی عجایب اهرام اینجا تموم نمیشه. یه سری کشفیات وجود داره که هنوزم دانشمندا رو گیج کرده. مثلا داخل هرم خوفو یه سری اتاقای مخفی کشف شده که هنوز هیچکس دقیقاً نمیدونه داخلشون چیه. در سال 2017 یه تیم تحقیقاتی با استفاده از اسکن‌های پیشرفته یه فضای بزرگ ناشناخته توی هرم‌ها پیدا کردن که تا حالا کسی داخلش نرفته. یعنی ممکنه هنوز کلی راز توی دل این بناها پنهون باشه. یه نکته ترسناک دیگه هم هست، نفرین فرعونه. میگن هر کسی که سعی کرده قبرهای فرعونه رو باز کنه یه مرگ وحشتناک نصیبش شده. از جمله سرپرست کاوش مقبری توت‌عنخ‌آمون که بعد از باز کردن قبر به طرز عجیبی مرد. حالا این یه تصادف یا یه طلسم واقعی؟ خب همه اینا ما رو به یه سوال بزرگ میرسونه. واقعا چه رازی پشت اهرام ثلاثه مصر پنهونه؟ آیا این بناها فقط مقبره‌هایی برای فرعونه بوده یا یه چیزی فراتر از اون؟ نظر تو چیه؟ به نظرت اهرام شاهکار انسانی هستش یا پای تمدن ناشناخته وسطه؟ حتما نظرتو توی کامنت ها بنویس، چون میخوام بدونم تو چی فکر میکنی. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره، چون قراره کلی ویدیو عجیب و مرموز دیگه بسازیم. پس تا ویدیوی بعدی منتظر رازهای بیشتر باش.